لطفا سوال دارم من. خلقت انسان معجزه است. خدا میخواد کی را عاجز بسازه؟ فرید اجازه بده سوال کردیم، من جواب بدم. جواب بده، همین سوال جواب بده. کی را میخواد عاجز بسازه؟ تشکر. ببینید گفتم معجزه امر را میگویند، کار را میگویند که پروردگار انجام میده. انسان اون کار را انجام دادن نمیتونه. با اون امری که انسان قادر به انجام اون عمل نیست و یا توضیح دادن نمیدونه که چگونه این عمل واقع شده، به اون میگویند معجزه. خلقت انسان و تمام چیزهایی که داخل بدن انسان وجود داره، خلقت اونها تمامشان معجزه هستند. یعنی امری که کاری را که انسان انجام دادن نمیتونه از او عاجز است، معجزه به اون میگویند. چرا؟ چون از کلمه عجز آمده. یعنی امری که انسان توانای زور نداره که را انجام بده و یا که توضیح بده که چگونه این واقع شده. هر طرف میری اما سوال مرا جواب نمیدی. سوال من چی است؟ خدا چی کسی را عاجز میسازه؟ اینو برای من جواب بده لطفا. چی کسی را عاجز میسازه وقتی میگی معجزه خدا؟ پیامبر که انسان‌هایی که در برابرش هستن اونا را میخواد عاجز بسازه. خدا کی را عاجز میسازه؟ جناب فرید این کفر است، تکفیر میشی با این حرفت. باور میکنی؟ متاسفانه تو نمیفهمی. این مسئله همون لفظ قرآن است که قرآن خالق است، قرآن خالق است، نه قرآن مخلوق است یا قرآن مخلوق نیست. اونو مسئله است. میدونی که بخاری را استادش تکفیر کرده بود به خاطر میگه پای اندک. آقای کاوش همین سوال را من جواب دادم. حالا جواب نه چی کسی فقط او را بگو. اونو کس را فقط یک کلمه است من این قوس نوشته کنم. چی کسی را خدا میخواد عاجز بسازه؟ تشکر میکنم. حالا سوال که کردی اجازه بده که جواب بدم. نه نمیشه، فقط یک کلمه از اینجا نوشته میشه. تشکر میکنم. مایک تو بسته که من جواب بدم. یک کلمه است. نوبتت خلاص شد. فقط یک کلمه رو من میخوایم ازت بشنوم. بزرگوار کاری را که انجام پروردگار میده، هیچ مخلوق پروردگار کار انجام دادن نمیتونه. عاجز هستن در مقابل. چی کسی را میخواد عاجز کنه؟ کل دنیا عاجز هستن در مقابل پروردگار. قرآن که به انسان آمده به سنگ آمده. فرید جان انسان را میخواد عاجز کنه. چرا جواب نمیدی؟ چرا جواب نمیدی؟ بابا چرا شما سهلنگای ببین میدونی که انسان از قرآن مگر بعد به دنیا آمده؟ فرید این چی استدلالایی است؟ در مورد دین هیچی نمیدونی. باور کن حیف وقت من. هیچی در مورد دین نمیدونی فرید. تو را ناک ملا گفتن باور کن توهین حمله به شخص نشه. تو حتی نمیدونی که قرآن به انسان آمده به دنیا آمده بابا به سنگ و چوب خر و گاو و گوسفند آمده. تشکر میکنم. من جواب خود دادم. حالا خدا اجازه بده. نه جوابت کلا جوابای اشتباه. این لایو یک بار بشنم بالای را خودش اشتباه وارد بحث فرگست شویم یا نشویم؟ اجازه بده یک لحظه. اجازه بده که جمع بندی کنیم، استنتاج کنیم و کفری که تو گفتی بعد میریم به فرگست. اینا رو بگذار که من اینجا تو یک تکفیرت کنم از نگاه دینت نه از نگاه خودم. خب تکفیرم بکو باز بعد میریم به فرگست. از نگاه دینت من تو یک تکفیر جانانه کنم. میدونی که من میدونم مسائل تکفیریتون را و تکفیر چیست، چرا باید فرد تکفیر شود. ببینید دوستان عزیز، قضاوت جناب آقای کاوش، قضاوت من یک تکفیر جانانه بکنم از طرف دینت، از طرف خودم نه. من خدا ناباور هستم. خدا ناباور حق تکفیر کسی نداره. خب ببینید دوستان عزیز، ما در سوره اخلاص ببین جناب فرید، در سوره اخلاص ما خدا را بی‌نیاز می‌دانیم. یعنی با عنوان فردی قرآن را می‌خوانیم، با عنوان خواننده قرآن، نه با عنوانی که من مسلمان باشم. صمد، واژه صمدی که در اونجا آمده، این صمد بی‌نیاز معنا میده. فرید تا فعلا امروی خودت صحبت میکنم. وقتی تکفیرت شروع کردم باز امروی تو صحبت نمیکنم. خب دوستان عزیز، قرآن گفته که الله بی‌نیاز است. این کتاب گفته. اما صمد نیست. اما صمد نیست. الصمد است. الصمد. باندگه بابا باندگه. ملالغتی با من اجازه بدیم. خب ببینید دوستان عزیز، من اشتباهی ثابت کنم که تو بگی اشتباه کرده. این اشتباهی من دارم ثابت میکنم. در سوره اخلاص الله بی‌نیاز است. بی‌نیاز یعنی چی؟ یعنی به هیچ چیزی نیاز نداره. خب ما تاپیک ما در مورد چی بود دوستان؟ در مورد معجزه. تعریف معجزه چی است؟ بسیار ساده، کاملا بدیهی شده از بس تعریفش کردیم. معجزه کار خارق العاده ای است. یادتان نره خارق العاده. خارق العاده کار خارق العاده ای است که از طرف کی؟ باش که یک بابام بتون که باز ملالغتی است اینجا بابا پیش که از طرف کی؟ از طرف خدا. از طرف خدا به کی داده میشه؟ به پیامبران. ما در باب محمد صحبت میکنیم، ولی اینجا ما در مورد محمد حرف میزنیم. به پیامبران داده میشه. چرا داده میشه دوستان به پیامبران؟ پیامبران در جامعه‌ای که زندگی میکنن فرض میکنیم اینا آدما هستن.
یکی از اینها پیامبر است که در قرآن گفته که تو بشر بیش نیستی. یعنی تو یک سر بلند از اینا نداری، 1-2 متر قد بلندتر نیست، تو یک قدرت دیگه ای نداری تا اینکه من دستت را نگیرم. صحیح؟ پس پیامبر یک فرد عادی است. یکی از اینها مثلا این فرد پیامبر است، به اینها میگه که من با خدا در ارتباط هستم. اینها باورشان نمیشه، چون طبق روال میگن معجزه بیار، میگن معجزه بیار و ثابت کو که تو داری یک چیزی را که ما نداشته باشیم. مگر ما میتونیم بگیم ما با خدا در ارتباط هستیم؟ خب نمیتونی ردش کنی نی؟ خب میگه صحیح، از خدا طلب معجزه میکنه. یا خدا خودش چون بینا و دانا و بصیر و شنوا هست، همین قضیه را میبینه. پیامبر خدا چی میکنه؟ پیامبر خدا چیزی به نام معجزه میته که خارق العاده بودن عملش ثابت میکنه که این پیامبر چی میشه؟ فرد مجزایی میشه، یعنی فردی میشه که از اینها فرق میکنه، چون ارتباط ماورائی با کی داره؟ با خدا داره. پس این شدیداً نیاز پیامبر است که در جامعه خودش را بتونه ثابت کنه. خب بتونه ثابت کنه که آدم عادی نیست، ثابت کنه که از اینها یک چیز دیگه داره که ارتباط با خداست. این نیازش است. خدا برش میده، خدا به پیامبر میده. نیازمندی خدا، نیازمندی پیامبر است، نه نیازمندی خدا. خدا برعکس چی میکنه؟ میته، بخشش میکنه. پیامبر خدا کمک میکنه که وظیفه‌اش است کمک کنه. اما ایشان جناب بزرگوار چی گفتن؟ ایشان فرمودن که خلقت انسان ها رنگ خون چرا سبز نیست؟ سرخ است، پس این معجزه است. خب ما دیدیم که معجزه نیاز پیامبر بود، خدا برش داد. در برابر کی را میخواست عاجز بسازه؟ پیامبر میخواست این انسان ها را عاجز بسازه از تکرار اون عمل. من نمیگم که معجزه از خود پیامبر است، معجزه از خدا است و پیامبر داده میشه به خاطر از اینکه در جامعه یک اثبات داشته باشه که آدم عادی نیست. وقتی ادعا میکنه که محمد امیره نداشته و در زیادتر از 25 تا آیت قرآن محمد چی است؟ فاقد معجزه است که من 2 تا آیت آوردم، طرف اصلا متوجه نمیشه این آیات در قرآن شاید باشه. خب ایناله من از جناب فرید پرسان کردم، گفتم که معجزه و پیامبر داده میشد که اینی مردایی که در پهلوش هستن، زنایی که در پهلوش هستن، اجتماع و جامعه را اینها را عاجز کنه. اما خدا قرار بود که عاجز کنه. پیامبر نیازش بود که اینا را عاجز کنه. نه دوستان، از خدا طلب کرد. خدا نیازش هست که کی را عاجز کنه؟ گفت همه جهان را، همه چیزا را، دنیا را، واژه دنیا را استفاده کرد. دنیا چی است دوستان؟ چوب، سنگ، خر، موش، ملخ، انسان، همه به نام دنیا یاد میشه. خب خدا قرآن را برای کی فرستاده؟ برای بشر. برای بشر فرستاده. پس خدا معجزه‌ای که آورده در این کتاب میخواد کی را عاجز بسازه؟ بشر را عاجز بسازه. خدای با اون عظمت معجزه سازی میکنه تا بتونه بنده ناچیز خود را که از مشت خاک ساخته او را عاجز کنه. و خدا در ذهن خودش تلقین شده داره که چی؟ رقابت داره با کی؟ با بنده. و وجودش نمیتونه عظمتش را ثابت کنه و وجودش نمیتونه بنده را اتوماتیکلی عاجز اصلا بیافرینه بنده را. و در قرآن هم گفته که ما شما را ناتوان آفریدیم. اما در اینجا دست پاچه میزنه عالم دین که چیکار کنه؟ به خدا معجزه تراشی کنه تا بشر را عاجز بسازه در برابرش. کی چی است؟ ادعای کفری است و سوره اخلاص در برابر از این قرار میگیره. خدا بی نیاز است، اما اینجا خدا نیاز به چی پیدا میکنه دوستان؟ به معجزه که کی را بسازه رام؟ بشر را. خدایی که به معجزه نیاز داره نمیتونه صمد باشه. آقای فرید در برابر این آیت شما قرار میگیرین و بی نیاز بودن خدا را زیر سوال بردین. شما خدایتان را بی نیاز نمیدونین و این کارتون کفر است. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. هم فاسق هستی، هم ظالم هستی، هم کافر هستی فرید. این نمیگن تکفیر. شما تکفیر کردن هم یاد نداری؟ نه این نمیگن تکفیر. دیدی هم فلسفی تکفیرت کردم، هم دینی، هم قرآنی. تشکر میکنم.